سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. توی تحلیل قبلی اشتباه نکنم تو ویدیوی قبل مارکت ریخته بود. من این زون رو گفتم برای فروش عالیه، حتی پوزیشنش هم انداختم براتون. خب این زون دقیقا اینجا سلر بودم، خودم زدم معاملش رو، استاپم همون بالا بود و تیپی که مد نظرم من هست و هنو نداده. خب من بستم، من همین حرکت یعنی این لگو که گرفتم میدونستم تا همینجا، همین دقیقا همین نقطه من بستم، میدونستم یه برگشت رو به بالا داریم. خب و منتظر موندم که برگشت رو به بالا رو بگیرم. حالا سوتیایی دادم، یه سری چیزا بوده که حالا نشونتون میدم، خیلی جالبه، تجربه است دیگه، حالا بتونم انتقالش بدم که خیلی عالی میشه. این حساب بنده است. معامله های دیروز رو بخوام بیارم میشه فکر کنم 27. خب این کادر رو بزرگتر کنم ببینید چی به چیه. خب دیروز روی یورو یو اس دی دقت کنید، ترید هیستوری. خب دقیقا اینجا همون نقطه است که بهتون گفتم. تایمشو بیارم ببینیم درست. آره اینجا بود. کل سود دیروزم که 1% بود، $100 رو من اینجا ریسک کردم و حسابم این پشت بود که گذاشتم براتون. آره این پشت بود، این پشت بود و اینم معامله ها بود. به هم تقریبا 130 تا داد، ریزش کرد، خیلی ریزش خوبی بود. تو این نقطه اومدم بیرون، اینجا خرید انجام دادم. این همون نکته روانیه که میدونستم قیمت میره بالا و استاپ من اینجا نبود، استاپ من این پشت بود، استاپ منو نزده. و اینکه یک سودی رو وقتی قبول میکنی و میشینی باش رویا پردازی میکنی، حالا رویا پردازی نه، روش حساب کتاب میکنی دیگه، میای میگی که آقا من این پوله رو میرم اینو میخرم، این پولو این کارو میکنم. این همین یه تاثیر روانی داره که باعث میشه که نتونی ریسک کنی، نتونی که رو معاملت بمونی و پایبند باشی به دانشت، دونستت. حتی این نقطه من اینجا باز پشیمون شدم، اینجا باز معامله باز کردم بستم. حالا جالبی این قضیه اینه، ضرر این دوتا چیزی که به من زد اینجا میشد این $60 به من این یه تیکه ضرر زد. و عجیب غریب ترین داستان قضیه اینه که استاپ همینا $60 بود. یعنی فقط کافی بود من اینجا این دوتا رو نزنم و نبندم و وایس همین $60 رو بخورم که نخوردم و تیپی چند دلاری بهم میداد. این دوتا اولی که $30 ضرر بستمشون 68 حجم بود که میخواستم این لبه ببندمش، اشتباه نکنم. آره میخواستم اینجا ببندمش، همین جایی که سلو باز کردم میخواستم ببندم. یه چیزی هلوهوش 2.6 تا 12 $120 اینجا از دست دادم. حالا این معامله هم میخوایم حساب کنیم که این 87 بود دوباره. یه چیزی هلوهوش همون 200 تا تقریبا هشکی 130 تا اینجا دست دادم و به $60 ضرر جمع اومدم بیرون. و دوباره شما فقط نگاه کن، اینجا $11 گرفتم، نمیخواستم اینا رو ببندم. تیپی این معامله هایی که اینجا زدم، تیپی هر کدوم $550 بود که زیر این لو بود. تیپی من دقیقا میخواستم زیر این لو با $550 سود بیام بیرون، چیزی که یادمه. و اگه دقت بکنید سود من امروز میزد و مثلا این ساعت ها نبودم و میزد و میرفت. $550 اینجا از دست دادم و با سود کم، با سود $14 اومدم بیرون. اینا همه اون نکته روانی رو داره که بمونید تو معامله، پایبند باشید. حالا دلیلش چی بود اینا رو بستم؟ همون دلیل روانیه بود. ترید هیستوری بذار بیارم ببندمش. من دقیقا میخواستم این خط رو بفروشم، این خط قرمز ناحیه فروش من بود. یه سل لیمیت اینجا کاشتم، میخواستم نوک داستان رو بگیرم که نوک داستان رو این شادو اومد نشست. حالا جای درستی نیست به نظر من، اومد روی خط آبی نشست و من خط قرمز و لیمیت کاشته بودم، میخواستم نوکترین حالت ممکن رو بگیرم که تیپی $500 رو با این تیکه بگیرم و با فاصله
12 پوینت، یعنی یه پیپ، کمتر از یه پیپ و نیم، توی فاصله یه پیپ من چه حرکتی از دست دادم متاسفانه. و ایرادی نداره، چیزی که هست باید پذیرفتش. و سود حساب جمعاً الان شده 4.5%، 4.6. و برنامه‌ای که تو سرمه موندم، یعنی همین الان موندم که ترید کنم یا نکنم، از بیکاریه واقعا دارم ترید میکنم، نمیدونم دیگه میخوام چیکار کنم، حوصله‌ام سر میره، امروزم خونه هم هیچ کاری ندارم بیرون و منتظر این زونم. و سمت پایین هم منتظر این تیکم، یعنی اینجا بایر بشم اینجا سلر بشم. اگه قبل از اینکه این سقفو بزنه قیمت، قبل از این از همین جا به چرخه بیاد پایین، اینجا به من تاییدیه لازمو بده، خریدار میشم. خیلی دارم سیف کار میکنم، این اونجوری نیست که خرکی بایو بزنم، حتما تاییدیه و ساختار باید ببینم، چون نمیخوام واقعیت ضرر کنم. و اگه بیاد بالا و اینجا ساختار ببینم فروش میزنم و دیگه این فروش رو نگه میدارم تا پایین، یعنی دید من دیگه این نیست. برای فروش اینجا هم مطمئنم، یه جورایی حس میکنم که احتمال خیلی بالا قرار اتفاق بیفته. و اگه شما فقط ویدیوی دیروز رو میدیدید و تحلیل دیروز که نقطهش دقیقا اینجا بود و میدیدید اینجا وارد معامله شده بودید، تاییدم داده. در لحظه شما اگه میخواستی با خط روند تایید بگیری بهت شکست رو داده، اگه میخواستی با کف و سقف بگیری به تایید رو داده. در همه صورت اینجا برای معامله عالی بوده و سلو میزدی، چیزی که ایشون دادم و خودم گرفتمش، چند تا پله فروش زدم. اینا همه ریسکای 25 صدمه، 25 صدم، 25 صدم، 25 صدم، 25 صدم و 25 صدم آخر. سرجم 100-120 دلار سود دیروز بود. و آره دیروز من میتونستم 600-700 دلار سود بگیرم با این حرکت ها. قشنگ کل رفت و برگشت روز رو گرفته بودم، یعنی کل روز رو من ترید کرده بودم، اینا رو گرفته بودم، هم سل اینجا هم بای اینجا تحلیلش داشتم، هم سل اینجا. تنها چیزی که بود طمعه نذاشت، اون برنامه ریزی رو سوده نذاشت و کارو خراب کرد. یه چیزی هولوش 600 دلار دیروز از دست رفته متاسفانه، ولی خب تجربه میشه، چیزی که هست نمیشه کاریش کرد. و برداشتمون از 21 حساب کنیم الان 28 میم، الان 8 روز 9 روز گذشته، تقریبا کمتر از 2 هفته دیگه مونده تا روز برداشتم که بزنم میذارم براتون که ببینید برداشت سود کی انجام میشه، کی برام واریز میکنن و خلاصه این داستان. پس تحلیلم فعلا منتظرم که چیزی که هست یک تاییدیه تو این زون یا حتی این زون که بعید میدونم این باشه، بیشتر رو بالایی مطمئنم، این خیلی کارش سخت میشه. اینجا تاییدیه ببینم و بایر بشم، یا اینکه صبر کنیم و نده تاییدیه و بره بالا و تایید بالا بگیرم و سلر بشم. تحلیل امروزم اینه، خیلی باید پوزیشن سیف باشه تا تریدش کنم، اصلا نمیخوام ریسک الکی و خرکی بکنم امروز و احتمالا اینا رو اصلا با 25 صدم بزنم. نمیدونم، مگه خیلی دیگه ساختار خوشگلی نشون بده که سود دیروزی که 110 دلار بوده رو بیام اینجا ریسک کنم. امیدوارم که شاد و سرزنده باشید، ویدیو به دردتون بخوره، استفاده کنید، نکته برداری کنید، سابسکرایب، بهتره بگم سابسکرایب، لایک، کامنت فراموش نشه، حمایت کنید تا کیفیت ویدیوها بیشتر بشه، یه انگیزه‌ای برای من باشه بیشتر بتونم ویدیو بگیرم و حداقل بدونم که دارم کار خوبی انجام میدم. این از این. و طلا هم که دلیل خاصی ندارم، طلا رو نگفتم بهتون، فعلا رو ریزشش بستم، من به نظرم هنوز سل باشه ولی هیچ ازش بعید نیست که حالا این 3 تا زون رو منتظر سلم تایید روشون ببینم. اینجا به تارگت نخورده ریخته، این تارگته برای من هست و طلا هیچی ازش بعید نیست، حتی کلا بره بالا و این زون رو بزنه بریزه، هیچی ازش بعید نیست، ولی منتظریم. الان قشنگ وسط کاریم تو طلا، هیچی معلوم نیست و چارتش هم نگاه نکردم، همین الان داریم با هم نگاش میکنیم. چیزی که ازش معلومه اینجا یه خرید نشون داده ولی کن بد نبوده. میتونیم از اینجاها دنبال خرید باشیم تو دل این و تو دل این هیچ سفارشی وجود نداره، همه برداشته شده.
یه سفارش ریز من دارم این یه تیکه میبینم، شاید بیاد اینجا رو افو کنه، اینجا میتونه دیمند خوبی باشه، یا توی این زون بخواد برگشت داده بشه. این دو زون هم برای خرید خوبه، من نمیزنم اینو، این رو طلا، چون دو طرف قیمت متاسفانه بازه کلا. خیلی باید ساختار خوشگل تر از اینا برام بسازه که معامله کنم، یعنی هم بالا بازه هم پایین باز، هم میتونه بالا رو بزنه هم میتونه پایین رو بزنه و هیچ محدودیتی نداره، اصلا معلوم نیست میخواد چی کار کنه. مخصوصا این چیزی که اینجا جا گذاشته، این اگه تارگت رو میزد من بیشتر رو سل داشتم فکر میکردم، ولی از تارگت نریخته. این دوباره میشه بگه تارگت ریخته این های، ولی این از تارگت نریخته متاسفانه. و اینم نگاه نکردم از کجا برگشته، باید نگاه بشه حتما، خیلی مهمه. میتونه یه سر نخی بده تقریبا بهم. این است، جالبه، جای خوبی بلند شده، این هم از جای خوبی بلند شده. خب حالا بازی رو عوض کردن، داره پایین از تارگت بلند میشه. باز هم این لو میتونه مهم باشه، ببینیم از کجا بلند شده. بعید میدونم این جای قشنگی رو زده باشه، جای خوبی و این آنچنان نزده. خود این لوه باز بد نیست جاش، یه چک بشه خوبه. سر نخ میده باز بهمون، اینو میزد میرفت قشنگتر بود. 5 ثانیه هم چک بشه. آها معلوم شد چرا اینو نزده. این تایم ها که بازی میکنی اصلا کندلا کلا قضیه عوض میشه، میرفته بالا برگشته زده، حالا اینو برداشت، اینجا هیچی جا نمونده بوده. قضیه اینجا بوده، قضیه در آخرین حالت بهتره بگیم توی این بوده و زیر این نباید خورده میشده که خورده شده رفته بالا. این یه سیگنال برای آینده است که منتظر یک فروش جانانه میتونیم باشیم، چون این گرفته و حتی اینجا میشه بگیم گرفته. پس اومده ساختار بد بهمون داده که این ساختار بد چیزی که داره نشون میده هیچ سفارشی دیگه زیر اینا نیست. به نظرم زیر اینا رو بزنه احتمال خیلی زیاد دیگه بازم ریزش کنه کف جدید کلا بده و این ساختار داره نشون میده اینا آخرین سکوهای قیمته برای بالا پرت شدنش. باگ فراز اذیت میکنه این چیزی که اینجوری میشه. حالا میشه تمپل عوض کنی درست میشه باگش. خلاصه داستان چیزی که داره نشون میده باید از این دو لول یه بالا داشته باشه وگرنه کلا ریزش میکنه. حالا اون بالا هم اگه اینجا به جای خوبی نخورده باشه میتونی یه ذره با اطمینان بیشتر بزنیش. یه 5 ثانیه و اینم از جای قشنگی نریخته. من طلا رو نمیگیرم حقیقت پوزیشنشو مگه که ساختار بسازه، یعنی اونجوری نیست که اینجا رو تاچ بزنم استاپ بذارم این زیر، اینجوری برام نساخته. این باید به جای خیلی خوشگلی بزنه، ساختار برام من تشکیل بده، ساختار رو ببینم و بعد بایر بشم. اگریسیو بخواد کار کنه من نیستم باش حقیقت. چارت دوتایی میکنم تا بشینم نگاه کنم، ویدیو رو هم براتون آپلود میکنم بتونه شاید دیدگاهی بهتون بده، کمک کننده باشه و بتونید استفاده کنید. چارت یورو هم از این سمت داشته باشیمش. خب خداوند بزرگ و متعال میسپارمتون. امیدوارم که سود خوبی این هفته تا اینجا کسب کرده باشید و ادامه هفته حتی اگه تا اینجا سر به سر یا منفی بودید سود خوبی بتونید کسب کنید. پر رزق و روزی باشید. خدا نگهدار.